من میدام و به چنل یوتیوب من خوش اومدید. بالاخره پریزاد رو آوردم که با هم دیگه این پروسه رو شروع کنیم. یه چند وقت داریم صحبت میکنیم به لطف حق، به لطف الله. ما این مسیر رو داریم شروع میکنیم. حمایت یادتون نره، لایک سابسکرایب خیلی یادتون مهمه. نره. چرا؟ چون ما که نیاز بعدی رو داریم. بسازیم. ما نیاز داریم واقعیت. که بعدی رو بسازیم. خب یه سری سوالا مطمئنم که شاید سوالای شما هم باشه و هست و دیگه به بزرگی خودتون این ویدیو اول و دیگه کمیا و کاستیا و خوبیا و اینا رو ببخشید دیگه. من همیشه پشت دوربین بودم، حالا تصمیم گرفتم بیام جلوی دوربین ببینیم چی میشه. پارمیدا جان یه ذره راجع به خودت بیشتر بهمون بگو که این روزها در حال انجام چه کارهایی هستی و اینکه رشته‌ت چیه. ممکنه که بعضی این چیزا رو بدونن ولی ممکنه یه سری هم موضوعات رو ندونن. پارمیدا هستم، پارمیدا حسین پور، ملقب به میدا. از بچگی مامانم اینا میدا صدا میکردن دیگه، دوستان هم میدا صدا میکنن. اینجا هم پارمیدا طولانی میگن میدا. 5-6 سال اومدم استانبول، تهران مدلینگ کار میکردم. اینجا به صورت فریلنس مدلینگ کار میکنم. البته خب با یه ایجنسی هم کار میکنم. پولش خوبه؟ راضی؟ خیلی زندگیمون استانبول خیلی گرون شده، چی بگم خدایا. خب بگو رشته چیه؟ رشته من آدمی نیستم که بخوام یه کار کلا انجام بدم تو زندگیم. همیشه چند تا کار رو با هم انجام میدادم. یعنی مثلا الان فارغ التحصیل دندون پزشکی ام، امسال فارغ التحصیل شدم. به خاطر اینکه پاس ترک ندارم هنوز به صورت آفیشیالی شروع نکردم به کار دندون پزشکی، ولی میکنم. مدلینگ هم در کنارش، در تبلیغات هم دیگه. پیج اینستاگرام میدارم که میذارین دیگه. این پایین ماینا بالا مالا ها ادیتور عزیز لطفا اینو خودت هندل کن، ببین که میخوای چیکار بکنی این قضیه رو. خب آماده هستی که یه ذره بیشتر بریم داخل دیتیل بشیم؟ به نظر من خیلی‌ها میتونن این سوال از تو داشته باشن که بلاگر بودن سخته. ببین هر کاری اولش سخته، بعد که میافتی تو روال اصلا یه پارتی از زندگیت میشه به نظر من. بلاگری هم به نظر من اولش یه ذره حالت غریبی داشت، ولی خب من به خاطر اینکه خب از اول با دوربین و ویدیو اینا سر و کله داشتم، برای من سخت نبود. یعنی خب بالاخره آشناییتی با دوربین داشتم. خیلی پروژه بود، باید صحبت میکردم از قبلش. نه ببین میدونی مثلا منظورم چی از زندگی بلاگر بودن؟ مثلا بذار من یه ذره راحت‌تر بگم. ببین بخاطر اینکه من توی یه پارتایی از زندگی مثلا تو حالا یا بقیه بچه‌ها هستم. ببین مثلا شما هر جایی که میرید باید ویدیو بگیرید، عکس بگیرید. اگه 2 روز نباشی پیجت، یعنی یه چیزی که خیلی مهمه اینه که تو پیجت همیشه آپدیت باشه، اینسایتت بالا باشه، بعد ویدیو پشت سر هم دیگه بذاری و این مثلا باعث میشه که اگر که مثلا اتفاقی که افتاد و مثلا جنگ شد، یه اتفاقی بود که باعث شد که برای بلاگرها و حتی حالا من که کارم عکاسی و این داستانا که هیچی تاثیرگذار بود، قطعا واسه کسایی که توی فضای مجازی هم دارن فعالیت میکنن خب خیلی کار سختی بود دیگه. و اینکه مثلا شده تا حالا بری یه جای مسافرت دلت بخواد واقعا این گوشی رو بکوبی تو دیوار، یعنی بگی اصلا دلم نمیخواد دیگه، سردرد گرفتم که مثلا انقدر تو این گوشیم، دلم میخواد برای خودم باشم. 100% اینطوریه. بعضی وقتا این حس خیلی زیاد میشه. خب آدمیه دیگه، مودش تغییر میکنه. بعضی وقتا خیلی موضوع وجود داره، ولی چون من زندگی رو کلا سخت نمیگیرم و ببین این اینفلوئنسری و این تولید محتوا و کانتنت درست کردنم خودت میدونی، با خودت هم خیلی کار کردم. چون خیلی سخت نمیگیرم و میگم همون در اومد همون بذاریم کنار. اول سعی میکنم اون چیزی که ذهنم درگیرشه رو انجام بدم و لذت ببرم. خب خیلی هم بودن که توی این موقعیت واقعیت داشتن از این جنگه یه جورایی استفاده میکردن. یعنی مثلا این شکلی بودن که حالا به کسی بر نخوره، دوستان کسی ناراحت نشه، ولی خب مثلا یه عده اینجوری بودن که سعی میکردن به یک نحو دیگه ای اون اینسایتشون رو نگه دارن. خب مثلا تولید محتوای جنگی میکردن، میدونی چی میگم؟ آره دیگه، مثلا تو جنگ بیا این کارو کنیم، اینجوری کنیم. آره، یا اینکه مثلا اخبارو خیلی 24 ساعته داشتن میذاشتن، مثلا خودشون به عنوان منبع خبری داشتن میذاشتن. اون که منم میذاشتم خدا، یعنی از لحاظ استوری گذاشتن مثلا اطلاعاتی منم میذاشتم واقعا. خب میریم توی زندگی لاو لایفت. با کسی داخل رابطه هستی یا نه؟ بله. چند وقته؟ 1 سال خورده. بچه‌ها فالو کنید منو، سوالا رو بزنید. چرا از دوست پسرت بیشتر عکس و ویدیو نمیذاری توی اینستاگرام؟ دوست نداره زیاد. اون خیلی دوست نداره یا تو دوست نداری؟ نیست خیلی.
ولی خیلی با نمک من دیدمش. بسیار بیا بد. پیوی دایرکت مکس. ببین اینجا جاییه که من قدرت دارم. خودش هم اینجا مثلا جاییه که من حرف دارم. خودش هم مثلا اینستاگرام نداره بچه‌ها، اینم بهتون بگم، خودش هم مثلا اینستاگرام نداره که بخوام مثلا بگم تگش نمی‌کنم. حالا اگه مثلا اینستاگرام داشت، خب مثلا خیلی از دخترها هستن اینجوریان که دختر نباید فالو داشته باشی یا مثلا چرا اینو لایک چی کردی؟ میگم؟ من نمیگم دختر نباید فالو داشته باشی، ولی من یه چیزی رو میگم راستش رو بخواین، الان دیگه داریم باز میکنیم، هر کیو تا الان داشتی تو اینستاگرام، نمیگم ریموو کنی. حالا من دقیقاً برعکس اینم، یعنی ولی- مثلا من به سهم میگم که آقا از اینجا به بعد مثلا حالا داشتی‌ها رو سر داشتی‌ها مثلا صحبت میکنیم، چون یه سری هستن خب واقعا کرمه دیگه، اصلا مشخصه اصلا یارو واسه چی فالو شده اونا یا خب آره هست. میره تو خب؟ مخه. ولی نه مثلا من دارم میگم اوکی یه سری جاها ما مثلا کارمون خب با آدما بلاگرا، مثلا من نمیتونم بگم که مثلا پارمیدا رو فالو نکنی یا مثلا فلانی رو فالو نه مثلا، ولی این که من بشناسم طرفو یا مثلا منم بدونم اون کیه خیلی اوکی ترم. آخرین تکست یا وایسی که دوست پسرت داده رو بهمون نشون بده. تکس یا وایس؟ یا آخریش هرچی که هست. آخریش زده عشقم کجایی؟ وایسا فوکوس بکشه. کشید فوکوسو، نوشت عشقم کجایی. خب چرا جواب ندی؟ حالا مثلا اگر که تو پسر بودی خودت با خودت دوست میشدی؟ 100% اصلا دختر به این به نظر دوست پسرت اندازه‌ای که واقعی بعد قدرتو بدونه میدونه؟ نه بهش میگم خدا. نه حالا شوخی میکنم. حالا شوخی میکنم. اینو که باید از اون بپرسی که چقدر قدر این آدمو میدونی. ممنونم خیلی. ولی میدونه واقعا، ولی میگم به روش نمیاره. انسان جایز الخطاست. ببین به قرآن این چایی هم از ماچا میده. مثلا من از زمانی که ماچا خوردم کنه ماچایی یه جاییت مونده تو لثت. بچه یه معذرت خواهی هم بکنیم این وسط، ما یه سری صداهای عجیب غریب، نمیدونم شما چقدرشو دارید میشنوید، ولی ما داریم خیلی سعی میکنیم بلند صحبت کنیم که شما صدای بیرون رو زیاد بالایی نشنوید. من نمیدونم تعمیرات بازسازی خونه چقدر طول میکشه. آقا بس دیگه. کدوم خصوصیت خودت یکیشو بگو. خب اگه مثلا خودتو بذار جای دوست پسرت، چیت خیلی میره تو مخش یا چیه خودت خیلی میره تو مخ خودت؟ چی پرسیدم مثلا؟ ببین لجبازیم بعضی وقتا روی یه چیزی کلیک مثلا گیر میدی، فشار میدی. گیریم فشاری مغزم میشی. روی یه سری چیزا میکنه، بعد تا تنها نباشم و خودم با خودم حل نکنم نباید کسی با هم تو ارتباط اون لحظه باشه. میدونی چی میگم؟ مثال میزنم، خیلی چیزای مسخره‌ای ممکنه مثلا رفتی مثلا بدون من، تو رفتی مثلا بدون من یه غذایی که دوست، مثال میزنم و نفهمیدی، مثلا اینو خوردی، بعد مثلا من ناز کردم گفتم مثلا شاید نمیام، بعد یهو مثلا رفتی بدون اینکه مثلا مثال بدون اینکه بهم بگی. خب از یه خصوصیت بارز دوست پسرت که دیگه مثلا با این خصوصیتش خیلی حال میکنی چیه؟ مهربونه. خیلی مهربونی میشه چی؟ میشه خوش اخلاقی، خب میشه روی خوش، میشه خنده رو بودن، مثلا صبح میشه رفتار درست، مثلا سر صبح اخم و تخمی نیست. من خیلی آدم خوش رویم، باید کسی که با هم در ارتباطه والا من آدم اصلا آدم خوش‌رویی مورنینگ باشه. پرسن نیستم، مثلا من خواب پا میشم اینجوری؟ ببین بستگی داره ها، مثلا یه تایمایی واقعا اینجوری هم که سوالای سخت از من نپرسی، مثلا گیر الکی نده، یا مثلا من گشنم باشه آدما رو باید تو گشنگی شناخت. گشنه منم یه ذره تو مخ میرم، خدایی نباید موقع گشنگی، ولی تو مثلا مودی آره مودی نه نمیدونم، نه که مثلا حالا گشنت میشه مودت به هم میزه. خب ببین گشنه که میشی اسید معدت ترشح میشه. بله. واقعا اکثر انسان‌ها تاثیر میده. یعنی کسی بگه من گشنم میشه رفتارم تغییر نمیکنه، به نظر من خودش متوجه نیست، احتمالاً تغییر میکنه. یه ذره بحث پسر رو دوست دیدی، خیلی سوالای سخت دردناک نبود دیدی؟ عالی. آره. درآمد بلاگرها خب همشون که مثل هم دیگه نیست قطعاً، 100%. ولی خب به طور کل اگر که بخوایم بگیم از تبلیغاتی که انجام میدن بلاگرها، حالا فقط خودت هم نمیگم، بلاگر مثل خودت دیگه مثلا تو رده خودت و بالاتر رو بخوای در نظر بگیریم، درآمدشون چه شکلیه؟ ثابت که نیست. ثابت نیست. چون بستگی داره. مثلا آره. بخوام به دلار بگم، بعد اولا که به تعداد فالوور، اینسایت، اینو بستگی داره. ویو، بازدهی، بالاخره یه دونه تبلیغ یکی بذاره کلا اون تبلیغ باعث میشه که تو تبلیغای دیگه بگیری. حالا بستگی داره اون تبلیغ به چه صورت بوده، چون اون آدمی که براش میذاری که واقعا راضی باشه خب معرفی میکنه. من خیلی برام پیش اومده، یعنی خیلی لطف داشتن مثلا انجام دادم و
با جواب خوب گرفته تو رو بقیه هم معرفی کرده. خب این خیلی میشه درآمد مثلا 5 برابر شما نمیتونم قیمت بدم. نه مثلا درآمدشون خوبه ولی خب بستگی به واقعی بودن و رابطه ای تو با فالوورات و اینا هم داره. اوکی تو رابطت با فالوورات چه شکلیه؟ درآمد خوبی داره. بچه‌ها واقعا همیشه به من لطف داشتن، همیشه حال بد و حالا اینکه یه ذره حاشیه‌ایه راحت‌تر بگو خدای مثلا شده دلت از فالوورات مثلا بشکنه یا مثلا آره آدم تو مثلا چقدر هیت میگیری مثلا؟ من خدا رو شکر زیاد هیت نمیگیرم واقعا، یعنی نسبت به بخوای نسبت بگیری من خودمو زیاد یعنی تو خیلی خودتی واجها قاطی شد با هم نمیام. فکر کنم مردم میدونن اینو، یعنی متوجه شدن اینو، ولی خب شده مثلا بی‌انصافیایی هم کرده باشن که واقعا یه تیم داشتم سریع اومدن جوابشو دادن، یعنی دوست یعنی فالوورای دیگه هم اومدن مثلا سریع ریپلای کردن یا مثلا گفتم یعنی مثلا میگه فن واقعی داری؟ آره واقعا به نظرم خیلی حالا یه سوال واقعا دوستشون دارم، واسه یه سری میان جدی واقعا انرژی مثبتایی بهت میدن، یه صفحه واقعا برات مینویسن و مثلا خب منو نزدیک نمیشناسن، واقعا آدم چش قلبی میشه. چون مثلا به نظر من خوبی رو باید گفت ای پریزاد امروز چقدر خوشگل شدی، ای مثلا امروز چقدر لباست خوشگله، چقدر امروز بو خوب میدی، اینا رو واقعا باید گفت. خب بو رو از کجا میخوام تشخیص بدن فالوورات دیگه؟ به نظر من وقتی از دورم ببینی میفهمی. حالا یه سوال دیگه، مثلا تو میری تو ترکیه مثلا تو استانبول میری بیرون، مثلا جاهایی که ایرانیا هستن بیشتر میشناسنت، مثلا میان باهات عکس بگیرن مثلا؟ آره خیلی برام پیش اومده، مخصوصا قسمت اروپایی که ایرانیا بیشترن. ایران چی؟ خود ایران میری؟ ایران آره ایران مثلا خیلی وقت نرفتم ولی دفعه آخر رفته بودم بوتیک ملت، رفته بودم اون کامیران اون بالا مغازه خیلی خوشگله، دیدی دیگه؟ نه. چیزای بامزه گوگلی مگولی. خب آره مثلا کلاسیک و آنتیک و مثلا هم دکور داره هم مثلا باند داره همه چی دیگه، مثلا همه چی. داشتم حساب میکردم گفت با شما یکی از ویدیوهامو گفت شما اونی که میگی مثلا فلان، گفتم آره، گفت ما شما رو خیلی دوست داریم. اومدم پایین مثلا میبینم دخترها بعضی وقتا اینجوری با هم، مثلا دخترها پسرا مثلا خب بهت نگاه میکنن، پسرا میان ابراز میکنن، احساس میکنن. اکثر پسرا میبینن دخترها مثلا اینجوری ریز ریز با هم دیگه مثلا پشت یا حالا خوب میگن یا بد خب یه حاشیه جدید اخیراً به وجود اومده، حالا ما میبریمش به صورت کلی راجع به صحبت میکنیم که چند نفر رو تو حالا توی اینستاگرام دیدی که از محتوای تو ویو بگیرن؟ یعنی تو رو واسطه کردن که ازت ویو بگیرن. اون که خیلی زیاد بوده، هر چند وقت یه باری همچین چیزی پیش میاد. یه چیزی بگو خب که مثلا خیلی آدمای کمی راجع به تو میدونن، یا نمیخوام بگم راز زندگی، ولی خب مثلا یه چیزی بگو که شاید خیلیا ندونن. یه برگ تازه واسمون رو کن، یه ورق، یه آسپیک بنداز ببینم. مثلا خب راجع به چی باشه؟ مثلا راجع به در ویژگی خودم باشه، راجع به یه اتفاقی باشه، یه چیزی که مثلا میتونه گیلتی پلژرت باشه. مثلا دارم میگم مثلا بگو آقا من مثلا همه بیرون فکر میکنن مثلا من خیلی شیک و مثلا فلانم، ولی من خیلی داشمشتی خیلی داشمشتی، راستی که خیلی داشمشتیه. یعنی همه فکر میکنن مثلا پارمیدا یه دختر نازک نارنجی که اوف نشه است، ولی واقعا من هم دختر سختی کشیده، خود ساخته، بالا بلندی‌های زندگی عبور کرده و خود ساخته‌ای که خود ساخته. نه ببین واقعا واژه خود ساخته رو من الان نمیخواستم بگم، الان تو گفتی واقعا گفتم. چرا؟ وقتی که یه چیزی رو خیلی میان الکی استفاده میکنن ابهتش میفته، یعنی افتاده الان به نظر من. واقعا به نظر من خیلی باید بری توی یه آدمی، خیلی باید یه آدم رو بشناسی که واقعا باور کنی خود ساخته است یا نه. برای همین این واژه رو به کار نمیبرم، ولی ما هم سختی‌هایی کشیدیم، یعنی اصلا اون نازک نارنجی نیست. یه شب میذاریم اینجا، یه عرقی میذاریم این وسط و میریم پای دل میریم اونجا چه خبره، اونجا چه خبره، اونجا مستی و راستیه دیگه. نباشه اینو. اکانت فیک داری که بری بقیه رو چک کنی؟ یه دونه نه فقط مال من باشه، مال چند تا دوستان، یعنی با هم دیگه مشترک داریم. همه دختره یه دونه اکانت مشترک فیک دارن. ببین اصلا باورت نمیشه انقدر خفنه اکانت، یعنی همه چیش فیکه، عکسشو خودشو. چقدر فالوور یعنی مثلا؟ دروغ بگم واقعا هست، یعنی که دوستای من خیلی مثل FBI میمونه
واقعا. آماده اید؟ یه سوال بین این دو تا گزینه‌هایی که میگم یکشو انتخاب کن. بین احساس یا منطق کدوم انتخاب میکنی؟ احساس. پیتزا یا برگر؟ وای برگر. برگر یا پاستا؟ برگر. ساحل یا جنگل؟ ساحل. ساحل یا کویر؟ ساحل. تنهایی بیشتر با حال میکنی یا مثلا با دوستات با باشی؟ دوستان. سینگل لایف بهتره یا فابریک لایف؟ فابریک لایف سد. فیلم رمانتیک یا ترسناک؟ ترسناک باز نیستم. رمانتیک. رمانتیک یا هیجانی مثلا؟ هیجانی آره. فیلم اکشن مثلا؟ اکشن. بلوند یا مشکی برای پسر؟ مشکی. مشکی. ویسکی یا ودکا؟ ودکا. تکیلا یا ودکا؟ سد در چی؟ تکیلا زد چی؟ زد. قرمه سبزی یا قیمه؟ قرمه سبزی. کوبیده یا جوجه؟ کوبیده بازم زیاد. خونه ویلایی یا چه شیشلیک نداشتی تو پنت هاوس؟ بازینا؟ دیگه اونو همه دوست دارن. باش. خونه پنت هاوس یا مثلا یه پنت ویلای هاوس. بزرگ. پنت هاوس تو برج یعنی دیگه. پنت آره هاوس. برجی یعنی. منو دوست داری؟ خیلی دوست دارم. بچه‌ها امیدوارم که ویدیومون که این خوب شده باشه. قسمت رو ها؟ دوست داشته باشین. امیدوارم. از این ویدیوها زیاد داریم، یه بار میاد ایشالله که بیاد بهش بگین بیاد. براتون کلی ویدیو میگیرم. این مسیر خیلی سختم بود شروع کنم، پس به شما همیشه بیشتر نیاز دارم. یادت نره لایک کنی، سابسکرایب کنی. تازه خبر خوبم داریم واسهتون. منم قراره که یه چنل بسازم که تو چنل منم پارمیدا رو قراره داشته باشیم، ولی حالا به یک سبکای دیگه و به یک به شکل سبک دیگه. خودش. گفتیم هر کدوممون قراره با هم دیگه بگیریم، ولی هر کدوممون سبک خودمون رو تو چنلمون پیاده کنیم. شما قطعاً. نظراتتون مهمون برامون داریم، بنویسید. بازی داریم، خیلی چیزا داریم دیگه. بریم ان شاءالله که حرف پیشکی نباشه و ادامه پیدا کنیم.